سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: حمله هوایی نیروهای افغان بر اهداف نظامی در ایالت بلوچستان پاکستان، دیدار مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با ژیوشینگ سفیر چین در کابل و تقدیر از کارکردهای رسانه‌ها از سوی معاون اداری رئیس وزراء در کابل. امروز پنجشنبه 14 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. بر اساس گزارش‌ها نیروهای هوایی افغانستان حملات هوایی را بر قماندانی عمومی FC ملیشه‌های پاکستانی معروف به غزه‌بند در کچلاق و کویت ایالت بلوچستان انجام داد. در گزارش‌ها آمده که در این حملات تلفات سنگین بر ملیشه‌های پاکستانی وارد شده و گفتنی است که این قماندانی بزرگترین مرکز قماندانی ملیشه‌های FC رژیم نظامی پاکستان در بلوچستان است. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با ژیوشینگ سفیر چین در کابل دیدار کرد. وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه میگوید که در این دیدار دو طرف در مورد تقویت بیشتر روابط دو جانبه میان افغانستان و چین و آخرین وضعیت امنیتی منطقه به ویژه تجاوز پاکستان به حاکمیت افغانستان گفتگو کردند. به گفته این وزارت، آقای متقی با اشاره به سیاست متوازن و اقتصاد محور امارت اسلامی تاکید کرد که افغانستان خواهان روابط استوار بر احترام متقابل، عدم مداخله و حسن همجواری است و افزود که حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان یک اصل بنیادین است و رعایت آن برای ثبات منطقه و تقویت اعتماد متقابل ضروری می باشد. در همین حال سفیر چین نسبت به وضعیت کنونی منطقه ابراز نگرانی کرده و تاکید داشت که کشورش ثبات منطقه‌ای را به نفع تمام کشورها می‌داند. مولوی گل حسن سفیر و نماینده فوق‌العاده امارت اسلامی افغانستان در مسکو با زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. سفارت افغانستان در شهر مسکو با نشر خبرنامه گفته که دو طرف در این دیدار پیرامون روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌ها گفتگو کردند. طبق اعلامیه این سفارت، آقای حسن در این دیدار موقف رسمی امارت اسلامی افغانستان درباره نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان را در میان گذاشت. از سوی هم زمیر کابولوف با تاکید بر حل مشکلات از راه گفتگو و دیپلماسی اعلام کرده است که روسیه آماده است برای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان میانجیگری کند. و در اخیر مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء در ضیافت افطاری که از سوی ریاست عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء برای مسئولان رسانه‌ها ترتیب شده بود اشتراک کرد. در این ضیافت افطاری مسئولان رسانه‌ها خواسته‌هایشان را در مورد فرکانسی و مالیات گذشته مطرح کردند. از سوی هم مولوی عبدالسلام حنفی از مسئولان رسانه‌ها در خصوص رسانه‌ای کردن پیشرفت‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی، انجام بهتر مسئولیت‌ها و رسالت رسانه‌ای، اطلاع رسانی به موقع و تحقیق گزارش و معلومات مرتبط به حوادث طبیعی، مهاجرین و عودت کنندگان و مسائل ملی قدردانی کردند. آقای حنفی همچنان به مسئولان رسانه‌ها اطمینان داد که خواسته‌ها و پیشنهادهایشان را به اداره مربوطه شریک خواهد کرد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.